ایرانی عزیز، هموطن گل که مهاجرت کردی، اینجا میری سر کار، چی میشه که وقتی هموطن میاد بهت میگه که یه پوزیشن توی شرکت شما باز شده، میشه بهم ریفرال بدی، منم اپلای بکنم، این کارو براش نمیکنی؟ چی میترسوندت؟ مثلا فکر میکنی که ایشون استخدام میکنن با همین حرف شما، بعد مثلا طرف خوب کار نمیکنه میان به شما میگن که چرا ایشونو معرفی کردی؟ پوزیشن که باز میشه شاید نزدیک به 500 600 نفر اپلای میکنن. این ریفرالی که شما میدی فقط کمک میکنه شاید رزومه اون آدم بالاتر از بقیه دیده بشه. بعدش وارد مصاحبه اچ آر تخصصی میشه، همونجوری که احتمالاً خود شما هم همین مراحل رو طی کردی. اگه استخدامش خوب نباشه میرن یقه همونا رو میگیرن، کسی کاری به شما نداره. شاید هم مثلا میترسی که بیاد زیرا به تو بزنه، که اصلا اگر این روال توی شرکت شما باشه مطمئن باش قبل از اینکه ایشونو بخوان استخدام کنن که زیرا به شما رو بزنه، کسای دیگه میخوان این کارو بکنن هموطنای خودشونو رو بیارن. مهمترین چیز بعد از مهاجرت داشتن کامیونیتی قویه. خودمون باید هوای همدیگر داشته باشیم و هر چی این کامیونیتی ما قوی تر باشه، خودمون یه کامیونیتی قوی تر تشکیل بدیم، موفقیتمون بیشتر میشه و راحت تر میشه. دست همدیگر رو بگیریم، بیاین این فرهنگو جا بندازیم که ایرانی پشت ایرانی.